الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تعالى وتبارك في مقام آخر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، الآية. وقال وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى أو عن ابن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذه الأضاحي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا سنة أبيكم. وقالوا: فما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: بكل شعرة حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. دوستای عزیز و بیننده های محترم و دین دوست، با همگی شما با خوردا و کلانا، همگی که ما را از امیال از تلویزیونی جهانی نور میبینن، از دل برشان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگویم. و بعد از سلام، امروز الحمدلله در ماه بسیار مکرم و محترم که ماه ذوالحجه است، و موضوع ما ان شاء الله درباره فضیلت اول دهه ماه ذوالحجه و من در جملهش بعدش درباره فضیلت قربانی و بعض احکام قربانی ان شاء الله تعالی بیان خواهیم کرد. اولین هر وقت که ماه ذوالحجه داخل می شود، اما قربانی حضرت اسماعیل علیه السلام که ابراهیم علیه السلام او را قربانی می کرد با حکم الله، دیگه او قصه یاد مردم می آید و یاد مسلمان ها می آید. دوستای عزیز، رب متعال رسول الله علیه و سلم می فرماید رب متعال زمانه را خوش کرده و در زمانه باز 4 ماه را خوش کرده و 4 زن را خوش کرده و در زمانه رب متعال 4 روزه را خوش کرده. 4 روزه را که خوش کرده، روز عرفه الله او را خوش کرده و در 4 روز یوم العید الاضحی، یعنی روز عید کلان اول روزش الله خوش کرده و روز عید سعید فطر رب متعال او را خوش کرده و در 4 روز رب متعال بعدش 4 زن الله که خوش کرده، حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها و حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها و حضرت مریم رضی الله تعالی عنها و حضرت آسیه بیبی رضی الله تعالی عنها. اینها را الله تعالی محترم گشتنده است و بعض الله تعالی 4 ماه را خوش کرده و محترم گشتنده، صاحب عزت گشتنده، برش عزت داده است و الله تعالی که عزت داده است او ماه ذوالحجه است، ماه ذوالقعده است، ماه رجب المرجب است و ماه محرم الحرام است. این 4 ماه الله تعالی محترم و معزز گشتنده است. دیگه من جمله 4 ماه که الله محترم و معزز گشتنده است، من جمله از ماه ذوالحجه است که الحمدلله امروز اول تاریخ ماه ذوالحجه است که امشو سعودی عربستان رؤیت هلال، کمیته رؤیت هلال می اعلان کرد و امارت اسلامی افغانستان هم رؤیت هلال کمیتهش هم اعلان کرد امروز اول تاریخ ماه ذوالحجه است. در این ماه در دهه اول هر وقت که رسول الله علیه السلام مبارک می فرمود درباره دهه اول می گفت که
بهترین روزه به نزد پروردگار از امید دهه اول کرده دیگر روزه نیست. کدام اعمال حسنه که کسی انجام میتر در دیگر روزها آنقدر الله خوش نمی شود، خوش می شود، خب مگر در دیگر روزها آنقدر الله خوش نمی شود چنان که در روزهای اول دهه ماه ذوالحجه الله رب متعال خوش می شود. یک صحابی پرسان کرد یا رسول الله که از جهاد فی سبیل الله که در دیگر روزا بکنی الله قدر خوش نمی شود چنان که در اعمال صالحه در روزهای دهه اول ماه ذوالحجه انجام بدی؟ میگه رسول الله علیه السلام مبارک گفت که نه، جهاد فی سبیل الله اینقدر ثواب نداره چنان که ثواب در دهه اول ذوالحجه کسی کدام حسنات بکنه. این قول رسول الله علیه السلام مبارک 3 بار تکرار کرد که نه، جهاد فی سبیل الله اینقدر ثواب نداره. و صحابی که بعد سوم باز سوال خود تکرار کرد که قربان ولل جهاد فی سبیل الله. بعدش رسول الله علیه السلام مبارک گفت که نه، آن مجاهد که برود به جهاد خودشم برود و مالشم بره، اما سواری خودم ببره، مال و پیسیشم ببره، به جهاد بره و بازو اونجا جهاد در جهاد شهید شوه و مالشم در جهاد مصرف شوه، با ثواب ایزو بسیار بالا است. یعنی از بهترین ثواب ها که در دیگر روزها و انسان انجام میده، از بهترین ثواب که چقدر بهترین ثواب باشه، یک ثواب در دهه روزهای اول ذوالحجه رسیدن نمیتوانه. در این دهه یک روز عاشورا میآید که بهترین روز است به نزد پروردگار، بسیار عظمت داره، بسیار فضیلت داره. ماه روز عاشورا در بالای 4 انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات رب متعال احسان و فضل کرده که حضرت آدم علیه السلام توبهش در روز عاشورا قبول شد، حضرت موسی علیه السلام در روز عاشورا امر الله تعالی کلام کرد و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در روز عاشورا دین و حجش تکمیل شد، احکام دینش تکمیل شد و حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام فدیش الله تعالی به بدل بچه شیرینش حضرت اسماعیل علیه السلام فدیش قبول کرد که گوسفند الله برش روان کرد. دیگه 4 انعامات در روز عاشورا شده و روز عاشورا در دهه اول ماه ذوالحجه مکرم است. میایم در این باره که احادیث بسیار وارد شده درباره فضیلت دهه اول. رسول الله علیه السلام مبارک می فرماید که در روزه اول دهه اول ماه ذوالحجه اگر یک روزه کسی بگیرد، یک روزه آنقدر ثواب داره که این انسان یک سال مسلسل روزه گرفته باشد. و بعض رسول الله علیه السلام مبارک فرمود که در این 10 روزه آخری روز 9 روزش عاشورا است. اگر یک انسان در روز عاشورا یک روزه بگیرد، رسول الله علیه السلام مبارک فرموده که در روز عاشورا یک روزه گرفتن ثواب 10 سال روزه گرفتن الله تعالی برش میده. یعنی این انسان 10 سال روزه گرفته باشه، مسلسل 10 سال روزه گرفته باشه، آنقدر ثوابش زیاد است. دوستای عزیز، میایم در فضیلت قربانی میایم. خو کم زر روشنایی درباره فضیلت اول دهه ذوالحجه. رسول الله علیه السلام مبارک در یک حدیث دیگه می فرماید که شما در این رو دهه اول بسیار ذکر بکنی، بسیار فکر بکنی، بسیار تسبیحات بکنی، بسیار تحلیل بگویی، یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه را در این روزا بسیار بگویی. باز مبارک فرمود که الا خبردار باشی اگر کسی از این دهه اول ماه ذوالحجه از خیرش محروم شد، ای بسیار کلان خیر محروم شده، از بسیار کلان برکت محروم شده و وبال از بالای او و ویل هلاکت از بر آن کسی که حرمت هذه الایام از این روزها از فضیلتش محروم شود. باز رسول الله علیه السلام مبارک در یک دیگه حدیث می فرماید که ای کسی در این شبها، یعنی 10 شب اول ماه ذوالحجه یک شب کسی عبادت بکنه،
یعنی دیگه شب هم کسی عبادت میکنه، تهجد میکنه، اذکار میخوانه، نوافل میخوانه، بعد از نماز شام نفل میخوانه، یعنی دیگر روزا میخوانه. ولی اگر در شبهای اول ماه ذوالحجه المکرم کسی عبادت در شب بکنه، رسول الله علیه السلام مبارک میفرماید که آن قدر ثواب داره که این انسان در شب قدر عبادت کرده باشه. و کسی که شب قدر عبادت کرده باشه، رسول الله تعالی در قرآن عظیم میفرماید که انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر. یعنی لیلة القدر کسی عبادت بخانه از 1000 شبها عبادت کرده بهتر است و این بهتری در این شبها ما و شما پیدا کرده میتونیم. و دوستای عزیز، وقتم بسیار کوتاه است که ما و شما برنامه بسیار مهم که برنامه قربانی است، برنامه اضحیه است. درباره موضوع اضحیه، فضیلت اضحیه باید گپ بزنیم. میایم در این باره که در این روزها یک واقعه است به ذهنم آمد. حضرت سفیان ثوری رحمه الله یک بسیار بزرگ عالم تیر شده و می فرماید یک روز من سفر داشتم و رفتم طرف بصره. در یک جای بالاخانه ششته بودم که از بالاخانه بیرون قبرستان معلوم می شد. میگه قبرستان را دیدم از یک قبر روشنایی و انوار بالا می شد. ما که انوار و روشنایی را دیدم، میگه که خود گفتم ایران ماندم که این چی انوار است، این چی انوارات است، روشنایی است که میگه یک دفعه ما در یک بغل خود انداخته بودم ششتم و در کلکین دیدم که امی انوار بالا میشوه. میگه یک دفعه هاتفی آواز شد بر ما که ای سفیان، در روزهای اول دهه ماه ذوالحجه عبادت بکو و روزه بگی، الله رب متعال از قبر تو همی تو انوار را بالا میکنه. رسول الله علیه السلام در یک دیگه حدیث میفرماید، راوی حدیث حضرت علی کرم الله تعالی وجه است، او مبارک میفرماید که رسول الله علیه السلام مبارک فرمود که در شب اول دهه ماه ذوالحجه که ذوالحجه داخل میشد، شب اول حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک پیدا شده، یعنی تشریف آورده به دنیا. باز رسول الله مبارک گفت که ای کسی در اول شب، در اول روز ماه ذوالحجه کسی روزه بگیرد آنقدر ثواب داره، الله تعالی بدل امی روزیش 80 سال گناهش مغفرت میکنه. بسیار ثواب است، بسیار فضیلت ها داره. دوستای عزیز، ما و شما اگر ما و شما فکر کرده باشیم این تخفیفات از جانب پروردگار بر ما و شما است. سعی کنین اگر ما و شما در دنیای مجازی ببینیم، اگر یک سیم کارت، یک شبکه مخابراتی بر ما و شما یک تخفیف بده که مثلا یک اینترنت جی بی اس با 200 روپه فعال میشه هر ماه، اما بر تو تخفیف است که تو 20 روپه فعال کنی. بسیار زود میکنیم، سرعت میکنیم که تخفیف از دست ما نره، این تخفیف استفاده کنیم. سعی کنیم این تخفیفات ما چقدر باز تلاش میکنیم، باید در امورات آخرت هم از تخفیفات استفاده کنیم و از تخفیفات ما و شما مستفید شویم. این تخفیفات از جانب پروردگار است. سعی کنیم عمر امت رسول الله علیه السلام مبارک بسیار کوتاه است. سعی کنین بالاترین عمر که امت رسول الله علیه السلام داره شاید 60 سال باشه. امی 60 سال که ما ببینیم، 60 سال نیم 15 سالت از عمر مکلفیتت نیست، یعنی 15 سال اشتکی است. مان 45 سال، در 45 سال نیم عمرت شو د خو تیر میشه، نیم عمرت در بیداری تیر میشه. مان 22 سال، 22 سال، در 22 سال که کلانترین آدم که از امت رسول صلی الله علیه و آله عمر داشته باشه و 60 سال است. اگه حساب کنیم کل عمرش 22 سال است. امی که این بیدار باشه 22 سال است. در 22 سال باید ما و شما آنقدر عبادت کنیم. سعی کنین در دنیا ما و شما اگر پولدار باشیم، هر جای خود رسانده میتونیم، هر امورات، هر مشکلات خود را حل کرده میتونیم. این تجارت است، نه این پیسه است. این آخرت هم با پیسه و با پول ضرورت نداره. این آخرت که از هم با ثروت ضرورت داره. ثروت آخرت چی است؟ امی تخفیفات است، امی عبادات است، امی ثواب ها است، امی روزه ها است، اذکار است که از این ما و شما استفاده کنیم و در آخرت ما و شما هر مشکلاتی که داشتیم حل کنیم. بیا دوستای عزیز، باید یادآور شوم که انشاءالله العزیز با سوالات و شما انشاءالله پاسخ داده میشه و اگر کسی به فارسی مشکل داشته باشه به پشتو سوال میکنه، انشاءالله مشکل نیست، به پشتو بر جواب میتیم و کسی اگر به فارسی میته به فارسی انشاءالله جواب میتیم. دیگه حدیث مجیب از کابل به تماس شده. السلام علیکم.
علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما بفرمایید صاحب. زنده و سلامت باشید، بخیر سلامت باشید. من مختصر سوال داشتم درباره کلیسای ذوالحجه میگه داخل شد باید آدم ناخونهایش را و سنتایش را نگیرد. این مستحب است، فرض است، سنت است که صحیح است. انشالله جواب بشنوی شما تلویزیون انشالله جواب براتون داده میشه. دوست ما پرسان کرده که ناخونا در دهه اول ذوالحجه کسی بعضی مردم میگه که باید گرفته شود، این فرض است، واجب است، چی است؟ بسیار خوب پرسان است و در موضوع ما امی سوال هم حل میشد. ای دوستای عزیز متوجه باشه که رسول الله علیه السلام حدیث مسلم است. رسول الله علیه السلام فرموده کسی که از شما قربانی میکرد، نیت قربانی داشت، قربانی میکرد، ناخونای خود نبگیره، موی خود قصر نکنه یا موی خود کل نکنه، بروتهای خود نگیره. این رسول الله مبارک امر کرده. بیاید ما الحمدلله محدثین داریم، امامای مذهب داریم و ما الحمدلله قواعد عربیه داریم. قواعد عربی که دیدیم دیگر اصول فقه داریم. در اصول فقه آمده که امر برای چند چیز میآید، برای وجوب میآید، برای فرض میآید، برای استحباب، امر برای استحبابی می باشه. دیگه امر که رسول الله علیه السلام مبارک کرده این امر استحبابی است. اگر کسی قربانی میکرد و قربانی میکرد باید ناخونه خود نبگیره، این امر استحبابی است، فرض نیست، واجب نیست. ناخونه خود نگیره، موی خود کم نکنه، کل نکنه، بروتای خود نبگیره. این رسول مبارک امر کرده. امامای مذهب، امام ابو حنیفه، امام مالک، همهشان به این اعتقاد است که امر برای استحباب است. و اگر کسی یک نفر باشه که 40 روز ناخونه خود نگرفته، 40 روز ناخونه خود نگرفته و ناخونه خود بسیار چرکم داشت، بسرزو لازم است که ناخونه خود بگیره، چرا 40 روز باز گپ به دیگه گناه میرسه. اگر یک انسان از دیگه که او بسیار نمیگیره، قربانی میکنه ولی ناخونه خود میگیره، موی خود کم میکنه، سرزوم جنجال بکار نیست، چرا یک امر استحبابی است، ثواب داره اگر کسی بکنه و اگر کسی نکنه دیگه عذاب برش نیست. دیگه ناخونه گرفتن، موی کم کردن یا قصر کردن این یک امر استحبابی است. ملکه از پکتیا به تماس شده. مهربانی. و علیکم السلام و رحمت الله. مهربانی. چی را خواب دیدی؟ اول سوالت باز چی؟ خو آب دیدی؟ خو آب و سگ دیدی خو؟ ها بسیار خوب. آب سفید دیدی یا آب کدام رنگ دیگه داشت؟ آب سفید، آب عادی. خب انشالله شما برنامه را تعقیب کنید جوابتان میشه انشالله. خب ملکه از پکتیا به تماس شده بود و سوال داشت، تعبیر خواب می تلبیس و خوابش، اولین خوابش که معنی آب دیده در خواب، بسیار خوب تعبیر داره و معنی خوب داره، علم است. الله تعالی انشالله باید علم میته و الله تعالی روشنایی در زندگیت میاره، آیندیت انشالله روشن است. بسیار خوب خواب است. و دیگه خواب که دیدی سگ پیشت میدوه، کوشش بکو یک صدقه کوچک بکو، یک صدقه بکو، اگر که یک نان هم باشه صدقه بکو، انشالله خوب خواست و دیگه خویتم خوب خواست. بیایم به ای که در این روزا خب بی از اون صدقه بسیار ثواب داره. سعی کنین. رسول الله مبارک گفت که بهترین اعمال به نزد پروردگار که بسیار الله تعالی خوش می شود در این دهه اول ذوالحجه که الله خوش می شود. او اگر صدقه باشه، او اگر اذکار باشه، او اگر استغفار باشه، او اگر از هر چیز باشه دیگه این خو بسیار خوب تعبیر است و صدقه بکنین. میایم دوستای عزیز درباره فضیلت قربانی. در فضیلت قربانی امی قدر یک حدیث براتون میگم. رسول الله علیه السلام مبارک می فرماید کسی که پیسه داشته باشه، پول داشته باشه، قربانی سرش واجب گشته باشه و این قربانی نمیکنه، رسول الله علیه السلام مبارک می فرماید
که بر عیدگاه ما نبیاید. قربانی نمیکنه به عیدگاه ما نبیاید، بر مصلای ما نبیاید، به نماز عید ما شرکت نکنه. ای که قربانی نمیکنه اونجا پیسم داره، پولم داره و قربانی بازم نکنه. سعی کنین چقدر شدید رسول الله علیه السلام مبارک گفته کسی که قربانی نکرده. سعی کنین رسول الله علیه السلام مبارک هر سال قربانی میکرد و بسیار با خوشی قربانی میکرد، بسیار خوش بود. رسول الله علیه السلام خودش هم میفرماید که شما قربانی کنی به طیب نفسها، با خوشحالی نفس شما، که نفس شما بسیار خوش باشه، با خوشحالی قربانی بکنی. نه به این خاطر قربانی نکنی که از دهان مردم چوب شو که والا فلانا جسم قربانی نکرد پیسه داشت. به این نیت نکنی. قربانی را میکنی خوب، با نیت خوب بکنی، بیازو خوب میکنی قربانی را. و دیگه ای رسول صلی الله مبارک میفرماید که قربانی به طیب نفسها، با خوشحالی نفس. او مبارک هر سال دو قربانی میکرد. یک کس پرسان کرد که یا رسول الله صلی الله مبارک چرا دو قربانی میکنی؟ رسول صلی الله مبارک گفت که یک به خاطر مبارک میفرمود اللهم تقبل من محمد و من امت محمد صلی الله علیه و سلم. یا الله قربانی را قبول بکو از جانب محمد صلی الله علیه و سلم و از جانب امت محمد صلی الله علیه و سلم. سیکو مبارک هر سال قربانی یک به خاطر خودش هم میکرد، به خاطر امام میکرد. یک سال رسول صلی الله مبارک 100 تا قربانی کرد، 100 تا قربانی را ذبح کرد، قربانی کرد. تا هنوز کسی وسع و توان داشته باشه این یک سنت رسول مبارک است. خداوند برش توفیق بده که یم بجای کنم. دیگه قربانی بسیار فضیلت ها داره دوستای عزیز. در قربانی، درباره قربانی سیکو سنت ابیکم. یک تماس از باز میگردم. فرشته از کابل به تماس شده. مهربانی. السلام علیکم و رحمت الله. الحمدلله زنده و سلامت باشی. مهربانی. خب انشالله تعقیب کنی برنامه را، جوابات انشالله درخواست میکنی. همچنان شما. دیگه در فضیلت قربانی بسیار احادیث نزد ما است که باید قربانی شوه. قربانی سعی کنین. حدیث عایشه رضی الله تعالی عنها است و او مبارک میفرمود، میگه رسول الله صلی الله علیه و مبارک میگفت که شما قربانی کنی. یک روز به فاطمه رضی الله تعالی عنها رسول مبارک آمد، با حضرت فاطمه سے مبارک گفت. او مبارک قربانی میکرد، یک چیز را خریده بود قربانی میکرد. رسول صلی الله علیه و مبارک گفت که قومی بخیز ای بچگکیم، ای فاطمه بخیز برو به نزدیک قربانی تستاز شو. چه وقت که قربانی میشه و اولین خون که چکیده شو به زمین بریزه، اولین خون که بریزه پیش از وصل شدنش به زمین، گناه های قبلی تو الله تعالی بخشش میکنه. سبحان الله. فاطمه سے میگه خوش بوش، میگه گوش نمیخونم ما که به خاطر امی قدر قطره یک خون گناه های قبلی ما همش بخشش میشه و بسیار خوش بود. باز فاطمه رضی الله تعالی عنها از آل رسول صلی الله مبارک بود. او مبارک میفرمود، میگه ما از رسول صلی الله مبارک پرسان کردم که قربان چی ای فضیلت تنها بر ما است یا بنی با دیگه مردم هم است؟ یعنی با آل رسول صلی الله مبارک است یا با دیگه مردم هم است؟ رسول صلی الله مبارک گفت که نه، با همه مردم است. باز فاطمه صلی مبارک دیگه هم خوش شد. قربانی بسیار فضیلت داره. فرشته از کابل است به تماس شده بود، پرسان کرد که امی ماه اول ذوالحجه، اول دهه ذوالحجه کسی همه دا روزش روزه بگیره یعنی چند روزش؟ اگر کسی توان و قدرت داشته باشه کتابا نوشته میکنه که همه دا روزش روزه بگیره بسیار ثواب داره، بسیار فضیلت داره، ثوابش بسیار زیاد است. خود در برنامه یک ساعته کلش خوانده نمیشه. و اگر کسی مشکل داشته باشه همش گرفته نمیتونه، روز اول ذوالحجه که امروز بود باید آدم روزه بگیره، و روز 8 ذوالحجه که یک روز پیش از عرفه، و روز عرفه که یک روز پیش از عید است، خامخا باید روزه بگیره، ثواب زیاد داره. یک تماس دیگه داریم. فاطمه از کابل به تماس شده. مهربانی. السلام علیکم. خب
تماسشان قطع شد. البته سیگنال چی. و علیکم السلام. ها سید ان شاء الله خوري جواب به ان شاء الله درته وشي. تلویزیون ها سید ان شاء الله ان شاء الله تلویزیون برنامه متعقب که ان شاء الله جوابونه دکیږي خوري. یک سوال دیگه که فرشته از کابل بود. یک سوالش مان اوی که گفت که یک چند روپه پیدا کردیم سرما قربانی میشه نمیشه. قربانی اصلا سر 4 طبقه مردم واجب است که مسلمان باشه، عاقل باشه و مسافر نباشه، مقیم باشه و صاحب نصاب باشه، پولدار باشه. سر زی مردم واجب است، اگر نکنه گناهگار میشه سریزی مردم. و اگر کسی پیسه پیدا کنه، به قرض پیدا کنه یا از یک دیگر را و قربانی بکنه، بالکل قربانیش میشه، الله برش اجر میده، از ثواب بهره‌مند میشه. آمدیم دیگه همشری ما که فاطمه بود از کابل به تماس شده بود، میگه به قربانی حاضر شدن چی حکم داره که ما مثلا در دیگه جای باشم و اونجا ما باشم یا نباشم. در قربانی حاضر شدن استحبابی قول است. خوب گپ است که به قربانی اونجا حاضر شوی، چنان که حضرت رسول الله مبارک به حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها گفت که مهربانی برو به قربانیت استاد شو، ثواب زیاد داره اونجا استاد شو و دیگه ثواب داره. اگر در دیگه خارج باشه و دیگه چی باشه، یک کسی را وکیل بگیره. اگر مثلا در لغمان باشه قربانی در کابل میشه، یک کسی را وکیل بگیره که از طرف ما تو وکیل هستی، برو اونجا حاضر شو، باز قربانیش میشه. و باز دیگه سوال کرد که 1,30,000 ما پیسې نقد روپی لرم، 1,10,000 روپی نقد لرم، نو دی باندې قربانی کوي شم کنه شم. بالکل تا باندې قربانی واجب ده، کنه 1,10,000 نقد در سره قربانی در باندې واجب ده. او حاضر دل که تخپل نشي حاضر دل، نو یو وکیل ونیسه، وکیل به الته حاضر شي ستاده خوانه، حاضر دل لازم دی. وقفه داریم، یک وقفه کوتاه، پس برمیگردیم ان شاء الله تعالی. بازم مانده نباشید، بعد از وقفه کوتاه و همگی شما خوش آمدید میگیم. خود درباره احکام قربانی کم روشنایی میندازیم. قربانی سر 5 رقم حیوان می شود. بز است، گوسفند است، بقره است. و علیکم السلام و رحمت الله. خاوند چی شی لري؟ خاوند څومره پیسې لري؟ ها ان شاء الله جواب بده وشي. برنامه تعقیب کړه. ها زهرا خور و د کابل نه تماس نیولو او ډیره ښه پوښتنه وکړه او دغه موضوع نن سبا ډیره جدیم ده، باید خلک په دې باندې متوجي وسی. وی خاون می پیسې لري، قرباني ور باندې واجبه ده او زما سره پیسې شته، 1,10,000 روپۍ ما سره شته، زم په مام قرباني واجبه ده. که تنها زه وکم مشکل خو نه لري. خورجان قرباني په خاوند بیله واجبه ده، په تا بیله واجبه ده. اوس مثلا یو کور کې د یو سړي 15 بچیان دي او خپل پلار هم دی، پلار هم صاحب د نصاب دی، 15 بچیان هم صاحب د نصاب دي. دوی به څنګه کوي؟ دوی به داسې کوي چې زه پلار مې د قرباني وکړي زموږ د خانه به ونشي. نه، قرباني په دې 15 بچیانو هم واجبه ده، په پلار هم واجبه ده. قرباني به ټولو باندې واجبه، ټول به قرباني کوي. اوس چې په تا باندې قرباني واجبه ده، پیسې لري، په تا بیل واجبه ده. قرباني که په خاوند پیسې لري، مالدار پولدار په هغې بیله واجبه ده. داسې نه کېږي چې ته مالدار یې او هغه مالدار یې او د هغې د خاوند ته قرباني وکړي دواړه یو شي. نه، داسې نه کېږي. نو په انشاءالله په دې هیله چې سوال دی حل شوی وي. راځم بیا یم به کې قربانی به 5 رقم حیوان می شود. بز است، گوسفند است، بقر است یعنی گاو است،
گومیش است و شتر است. به 5 رقم حیوان قربانی میشه، ولی هر کدامش به خود یک اندازه داره که کدام سال مثلا بز است از 1 سال باید کم نباشه، از 1 سال کم که بز بود قربانی سرش نمی شود. مثلا گوسفند است، اگر او از 1 سال کم بود ولی مثلا از 8 ماه بود 7 ماه بود، ولی این گوسفند مانند 1 ساله قدرتمند بود، چاق بود، یعنی مثل 1 ساله معلوم میشد، با او هم قربانی میشه. و گاو که است او باید از 2 سال کم نباشه، گامیش هم میتو. و شتر که از 5 سال کم نباشه، از 5 سال کم قربانی سرش نمیشه. و بعضی مردم است چل میکنه که قربانی یک مثلا گوسفند میاره او 1 سالش پوره نشده باشه، باز میگه که قربانی 1 سال پوره شده. این دروغ است، گناه است. و رسول الله علیه السلام مبارک میفرماید که شما قربانیتان خوب قوی قربانی بکنید، یک حیوان را ذبح کنید که خوب قوی است. چرا؟ که در روز آخرت شما را امی قربانیتان از پول صراط تیر میکنه. روز آخرت امی قربانیتان استاد می باشه و از پول صراط شما را تیر میکنه که خوب از قوی تر قربانی باشه. دیگه بهترین قربانی در 5 حیوان، باز گوسفند بسیار اجر داره، بسیار ثواب داره. مبارک علیه السلام مبارک را هر وقت گوسفند را قربانی میکرد و آنقدر گوسفند که پایش هم سیاه می بود، یعنی یمشی هم تگ و رفتارم بس سیاه میکرد، یعنی پایش نوکای پایش هم سیاه بود و خوراک هم سیاهی میکرد. چی رقم معنی حدیث؟ یعنی خوراک هم سیاهی معنی که دهنش هم سیاه بود. بعضی حیوانات کلیش سفید است دهنش سیاه است، این تو قربان. و اقرع بود، یعنی چی معنی؟ بسیار خوب شاخه داشت. با مبارک علیه السلام مبارک به تو گوسفند قربانی میکرد. یک سوال داریم پس میگردیم. حسنا از کابل به تماس شده. سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه. سوالتان نفهمیدم صحیح. سوالتان یه باز تکرار کنی. خب انشالله برنامه را تعقیب کنید، جوابتان انشالله میشه. السلام علیکم. خب حسنا جان از کابل به تماس شده بود. خواهر محترم، این روزه نفلی است، یعنی این روزه که ما و شما در دهه اول ذوالحجه میگیریم این نوافل است، نفلی است. و اگر در این تو وقت ما اگر روزه بودیم و مهمان آمد و ما روزدار بودیم، روزه نفلی داشتیم، و اگر اینجا شرط است اگر مهمان خفه میشد که ما امرش نان نبخوریم، باز روزه را بخوریم، باید بخوریم، قضاییش باز بیاریم، قضایی آورده باید شود. چرا که چی وقت یک روزه نفلی بگیری لازم نیست سرت، ثواب داره، ولی چی وقت که گرفتی و باز روزه را خوردی روزه نفلی، باز قضایی سرش لازم است که قضایی را بیاری. خب اگر میمان خفه نمیشد، باز تو روزه تا نشکنن، روزه تا نخور، ثواب تکمیل کن، انشالله میمان خفه نمیشه. میایم به این خاطر که قربانی در کدام حیوان. رسول الله مبارک به قربانی بسیار خوش میشد، به قربانی گوسفند. دیگه یک سوال دیگه هم داریم انشالله پس میگردیم. نادیه از بلخ به تماس شده. سلام علیکم و رحمت الله، به برنامه خوش آمدید. مهربانی میشنم، مهربانی. برنامه تعقیب بکنید انشالله جواب میشه انشالله. السلام علیکم و رحمت الله. دوستای عزیز، بازم یادآور میشم اگر کسی سوال میکنه زنگ بزنه درباره ذوالحجه، درباره اضحیه، درباره قربانی، و کسی اگر به زبان فارسی نمیفهمند به زبان پشتو سوال بکنه، هم انشالله به زبان پشتو برشان جواب حاصل می شود، جواب برش داده می شود. خب همشیره سوال کرد که کدام اذکار در ماه ذوالحجه، دهه ذوالحجه آدم باید بکنه. رسول مبارک بر ما گفته که ذکر بکنی، تحلیل بکنی، تکبیر بکنی، استغفار بگوی. تکبیر الله اکبر است، سبحان الله و بحمد، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. یا خالص سبحان الله بگوییم، الله اکبر بگوییم، الله اکبر الله اکبر، این را زیاد بگوییم.
و مبارک گفته که استغفار بگویی. استغفار بهترین استغفار که است استغفر الله الذی لا اله الا الله هو الحی القیوم و اتوب الیه. بهترین استغفار است. زیر زیاد بخوانی. مبارک علیه السلام هر وقت که ازش پرسان میشد که قربان مشکلات دنیوی دارم، مشکلات ما به چی رقم حل کنم، مبارک میگفت که استغفار بخوان. این بسیار خوب مجرب است. استغفار بگویی. اگر دیگر استغفار یاد نداشته باشی فقط استغفر الله استغفر الله ایرا بگویی. تسبیح با تسبیح دست بگیری خالص استغفر الله بگویی. و دیگه ای که مبارک گفته که تحلیل لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله بهترین ذکر است. ایرا بگویی. دیگه ای خوب اذکار است. استغفار بگویی. میایم به ای که این قربانی از وقت ابراهیم علیه السلام بر ما مانده. این قربانی سنت ابراهیم علیه السلام مبارک است. سعی کنین اگر فدیه ای قربانی بدل حضرت اسماعیل علیه السلام گوسفند از جنت نمی آمد تا امروزه مردم اشتکای خود ذبح میکرد، قربانی میداد. چرا؟ حکم الله است. سعی کنین در واقعی ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام چی وقت که یک روز بود در 8 ذوالحجه، یعنی پیش از یک روز عرفه، در شب ابراهیم علیه السلام خو دید که الله تعالی می فرماید برش در خو میبینه، ای در خو میبینه که اسماعیل علیه السلام را ذبح میکنه. یک شب را خو دید، دیگه در شب عرفه باز خو دید، در شب سیوم در شب عید باز خو دید. خب میایم ان شاء الله واقعه را میخوانیم و واقعه را باز ان شاء الله میگویم. یک تماس دیگه داریم. رونا از کابل با تماس شده. سلام علیکم مهربانی. سلام علیکم مولوی صاحب. خوب هستید؟ مهربانی. مولوی صاحب امیر بچه شما 11 ساله است که ما این نامزاد کردیم. خب اما رضا که دل از این دخترم بود از این بچه همون که ما خود خودم خدا شما تمریم که میاد دختره که برما داد. خب این دختره فهمیدی که 15 ساله است، بچه ما 11 ساله است. خب این دختره کم پسان دارم که تو همی بچه ما را میدونی همی قبول که ما نشید. دختره قبول کرد. قبول کرد اینال مولوی صاحب در این مثلا ما را ویسی بچه ابوادی ها ویسی تو این کدام نکاح کنی کدام نقص نداره بچه ما. او دخترک چی میگالی؟ دختره خوش است. دختره کدام مشکل نداره. خب مشکل چی است خیر؟ مشکل اینو نیست که میگم که ما را بگه بیا نکاح و ویسی کنم ما دیگه دختر ما ندارم یک بچه دیگه دارم. اگر مثلا ما را ویسی کنم بچه 11 ساله است، دختر 15 ساله است، یعنی کدام نقص نداره. خب سعیش انشالله برنامه تعقیب کنی، انشالله پاسختن جواب میشه، پاسخ داده میشه انشالله. خب واقعی حضرت ابراهیم علیه السلام میایم. خب اینی همشیره زنگ زده بود که بچه ماست 11 ساله است و دختر برش کردیم 15 ساله، او را عروسی کنیم، چه کدام مشکل نداره، هیچ کدام مشکل نداره. سعی کنین رسول الله علیه السلام مبارک اولین ازدواج خود که میکرد 25 ساله بود و امره بیبی خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها که ازدواج کرد نکاح کرد او مبارک 40 ساله بود. سعی کنین اینه هیچ مشکل نداره، بلکه ثوابم زیاد داره. چرا که اینقدر زیاد عمرم نیست، 3 سال عمر زیاد است دیگه. او که عمر زیاد باشه از نگاه شریعت کدام مشکل نداره. ابراهیم علیه السلام خو دید دیگه. چه وقت که فلما بلغ معه السعی دیگه الله تعالی باز واقعیش بر ما بیان میکنه. میگه چه وقت که اسماعیل علیه السلام مبارک به گشتن آمد قدم میمان در این وقت میگه ابراهیم علیه السلام با بیبی هاجره رضی الله تعالی عنها گفت که هاجره این بچگک را تو آماده کو به یک مهمانی میبره میشه. میگه هاجره بیبی رضی او مبارک اسماعیل علیه السلام را خوب آماده کرد، چشمش سرمه کرد، بسیار خوب آمادهش کرد. وقتی که بردش شیطان علیه اللعنت با حضرت بیبی هاجره رضی الله تعالی عنها آمد گفت که هاجره تو خبر نداری که ابراهیم بچی تا کجا میبره؟ میگه که به مهمانی میبره، یک جای مهمانی از به اونجا میبره. دیگه دی وقت شیطان گفت که تو خبر نداری الله برش حکم کرده که بچی تا ذبح کو، بچی تا قربانی تو به قربانی میبره. حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها برش گفت که حکم الله باشه من به قربانی تیار هستم، من قربانی حکم الله، من به قربانی تیار هستم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. گل احمد رو را مهربانی وکړه. مهربانی. یعنی خپل شخصي پیسې ونه لري بل څوک ورته وکي.
سرمایه لري که طلا هم لري یا دوه ګوتمۍ یا درې ګوتمۍ طلا ولري یا زیاتره احساس هغه هم ډالر لري نو صحیح میړه یا مثال پلار یا زوی دغه قرباني کولی شي. صحیح ده انشاءالله جواب به انشاءالله وشي برنامه تعقیب که محترم. او کوم انسان چې قرضدار وي هغه باندې د قرباني اجازه لري چې وکړي. صحیح شو انشاءالله جواب به دې وشي برنامه تعقیب که. جزاک در این وقت که بیبی هاجره رضی الله تعالی عنها را گفت، هاجره رضی الله تعالی عنها ای را لعین گشتن و ای را جواب داد، این امید شد. رب به طرف اسماعیل علیه السلام به حضرت اسماعیل علیه السلام گفت که تو خبر داری که پدرت کجا میبره؟ گفت که مرا میبره مهمانی. میگه نه تو را به قربانی میبره. میگه کدام پدر بچه خود قربان کرده؟ کدام پدر بچه خود ذبح و حلال کرده؟ برو از جان خود دروغ نگو. شیطان گفت که نه الله برش حکم کرده که بچه تا ذبح کو، بچه حضرت اسماعیل ذبیح الله را ذبح کو. در این وقت اسماعیل ذبیح الله برش گفت که من 100 بار به قربانی به حکم الله تعالی قربان شوم، به حکم الله تعالی ما به قربانی بالکل تیار هستم. این وقت که از اسماعیل علیه السلام که ناامید شد به حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک رفت. انشاءالله واقعا میگم گل احمد بیادر بود از هرات، پوښتنه وکړه چې یو زه خپله پیسې نه لرم بل څوک ماته قرباني وکړي لکه ورور مې زوی مې پلار مې بل څوک ماته قرباني وکړي کیږي قرباني که نه کیږي بالکل کیږي. ته پیسې نه لري بل څوک پیسې لري هغه ستا دپاره قرباني کوي ولې اول باید هغه خپل ځان دپاره م وکړي چې هغه خپل ځان دپاره م کوي تا دپاره م کوي بالکل ثواب شته پکې الله هغې ته م اجر ورکوي او تا ته م الله اجر درکوي قرباني ستا هم وشوه ورباندې. بله پوښتنه دا وکړله چې ګل احمد ورور د هرات نه چې سړی قرضدار وي قرباني پې کېږي که نه. ګورئ چې یو سړی قرضدار وي دی به هېڅ رقم بل شی باندې پیسې نه مصرفوي. ګوره مبارک علیه السلام د قرضدار جنازه نه ده کړې. که چېرته دا قرضدار دی او دی د پیسې پیدا کړلې او بیا قرباني کوي او قرضدار ته پیسې نه ورکوي نو دی دې وخت کې کیدای شي وفات شي نو د دې جنازه مبارک نه ده کړې. قرضدار سړی باید خپل دغه قرض خلاص کړي. مطل الغني ظلم. مبارک علیه السلام مبارک فرمایي ماتلول د غني دا ظلم دی. یعنی یو څوک قرضدار دی او قرض خپل نه خلاصوي پیسې ورسره پیدا شوي دي او قرض خپل نه خلاصوي دې دپاره او دا پیسې ورسره شته او قرض نه ورکوي دا ظالم شو ظلم شو او ظالم الله تعالی ظالم د سزا په دنیا هم کې ورکوي او په آخرت کې م ورکوي دنیا کې م اول ورته ورکوي. خب میایم با مواقعه خود. به حضرت ابراهیم علیه السلام که آمد شیطان علیه اللعنت به ابراهیم علیه السلام گفت که یا ابراهیم تو بچی خود را به ذبح کردن میبری چه رقم کار است؟ ابراهیم علیه السلام برش گفت که حکم پروردگار است، ما حکم پروردگار را بجای میکنم. در این وقت شیطان میگه بسیار ناامید شد. بالاخره میگه بسیار به شدت میخواست که ابراهیم علیه السلام را منع کنه. میگه این وقت که منع میکرد ابراهیم علیه السلام افتان سنگ را گرفت و ای را زد سرش. ای را زد. عالم حاجی صاحبا در وقت حاجی صاحبا شیطان را که میزنه این سنت ابراهیم علیه السلام الله تعالی است روز قیامت سر تمامی مسلمانان لازم گشتنده. بعدش باز شیطان آمد میگه نکو ابراهیم این کار رو نکو. بسیار چی شد که کار رو نکنه. باز ابراهیم علیه السلام سنگار گرفت شیطان علیه اللعنت را زد سرش. به 3 بار شیطان را زد. این 3 بار شیطان زدن سر 3 بار لازم است. دیگه این یک پند و عبرت بر ما و شما هم است. یعنی کدام عمل نیک ما و شما انجام بدیم کدام ثواب میکنیم کدام عمل نیک میکنیم الله ثواب و عمل نیک را تا روز قیامت به ما و شما میمانه ثوابش به ما میرسه در عمل نیک. دیگه فضیلت قربانی بسیار زیاد است. ابراهیم علیه السلام ما شما که ملت کی هستیم و ملت ابراهیمی هستیم. ابراهیم باید که سنتش هم بجا کنیم قربانی داریم سعی کنیم. چقدر شدید رسول صلی الله مبارک گفته که کسی که قربانی پیسه پیدا کرد و قربانی نکرد میگه به مصلی ما نبیاید به عیدگاه ما نبیاید به نماز عیدی ما نبیاید. چرا قربانی نمیکنی؟ و رسول صلی الله مبارک بر امت خودم میکرد به خودش هم قربانی میکرد. دیگه میایم یک دیگر تماس داریم. نجیبه از بلخ با تماس شده. مهربانی. السلام علیکم و رحمت الله. مهربانی صاحب شکر ده. مهربانی سوال مو کوي برنامه ته په خیر راغلی.
راته کوئ چې قرباني وکړي او بل بچی نه لرم که نو بیا ته راوکړي بچی نه لري دعا به درته وښیم صحیح ده انشاءالله برنامه تعقیب که السلام علیکم درباره قربانی فضیلت های زیادی داره. اگر ما و شما کسی توان و قدرت داشته باشیم خامخا قربانی بکنیم. نگوییم که ولا قربانی قیمت بود. نه قیمت نیست. شما باید شکر بکشیم که ماه ذوالحجه داخل می شود. کسی که پیسه دار باشه شکر بکش که ماه ذوالحجه آمد، وقت قربانی آمد که ما قربانی بکنیم ثوابا را ببریم. دیگه نجیبه و د بلخ نه تماس نیولی چې زه خپله وسه نه لرم میړه مې راته قرباني وکړي کوی شم که نشم کولی. نو بالکل ما درته مخکې د ثواب انشاءالله جواب شوی دی، خو په فارسي ژبه البته ته پوه شوی نه چې ته وسه نه لرې او قرباني درته میړه ستا دپاره کوي، ستا قرباني بالکل کېږي، هغې میړه ته دې الله تعالی اجر ثواب ورکوي. او پاتې شو دا خبره چې زوی نه لري نو کومه دعا وکړم. نو زه درته وایم چې د زوی دپاره کتابونو ډېر ښه اعمال نقل کړي دي. هغه دا چې وخت د مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې وخت د همبسترۍ کې دغه دعا ووایي چې اللهم جنب بسم الله ولا برکت الله، دغه بسم الله ووایي، بعد بسم الله اللهم جنبنا دغه دعا ووایي اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، دغه دعا که دا په عربي کې نشي ویلی اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، دغه دعا که نشي ویلی په پښتو کې درته وایم خدایه شیطان موږ د شیطان نه وساتي او شیطان د هغه نه وساتي چې موږ ته دې رزق کې راکړی دی، موږ ته دې راکړی هغې نه هم شیطان وساتي. الله تعالی به ته ښه اولاد درکړي او دعاګانې کوه، مونځ نفلونه کوه او بل تهجد مونځ کوه، تهجد کې دعا کوه انشاءالله تعالی ته دعا قبلوي. بل تماس لرو عایشه د بلخ نه. مهربانی سلام علیکم، خوش آمدید بر برنامه. صدای ما گرمیان سلام علیکم. میشنم صدایتان میاد. مهربانی صحیح است انشاءالله برنامه را تعقیب کنید جوابتان میشه. دوستای عزیز کوشش کنید که مربوط کدام موضوع باشه سوال باشه خوب است. خیر است اگر کدام سوال بسیار مشکل باشه و بسیار مشوش باشه، اگر دیگه سوالم باشه باز پروا ندارم. خب خواهر محترم با یک روز به حضرت موسی علیه السلام یک زنانه آمد، میگه ما بسیار زنا کردیم. وقتی که زنا کردم یک اشتکم تولد شد و اشتک را هم کشتم. آیا توبه ما قبول میشه یا نمیشه؟ موسی علیه السلام جلالی پیامبر بود، یک دفعه به جلال آمد، میگه برو گم شو هلاک شوی، توبه تو قبول نمیشه، برو. این زنکه رفت الله رب متعال جبریل علیه السلام را روان کرد و به موسی علیه السلام گفت که ای جبریل تو چی کردی؟ ما تو را به خاطر چی فرستادیم و کاری چی را انجام دادی؟ ما به خاطر تو را به خاطر فرستادیم که مردم را به طرف توبه سوق کنی، مردم را به طرف توبه تشویق کنی و تو مردم را متنفر از توبه کردی. باز موسی علیه السلام گفت که کار تو چی بود، دنیا چی را انجام دادی؟ باز برش گفت که ای زنانه توبه بر ما میکرد یا بر تو میکرد؟ خب بسیار الله تعالی در جلال آمده بود، جلال خود را برش نشان داده بود. یک دفعه موسی علیه السلام به گریه آمد، به جبریل علیه السلام گفت که ای جبریل خب میفهمی که این زنانه بسیار بدکار بود. باز جبریل علیه السلام گفت که الله هر رقم بدکار باشه، هر رقم گناه باشه، از زنا کرده و بعد از زنا که اشتک خود را بکشی بسیار کلان گناه دیگه نیست، کلانترین گناه است. خو اگر کسی باز به توبه نصوحا به اخلاص توبه بکنه، 2 رکعت نفل بخوانه، توبه کنه، الله تعالی توبهش قبول میکنه. بالکل تو گناهگار هستی. امین ماه ذوالحجه برات خوب چانس است. خواهر محترم بسیار خوب چانس داری. ماه ذوالحجه ماه قبول شدن توبه است، ماه حسنات است. سعی کنین، الله می فرماید کسی که از گناهات توبه کنه و از توبه بعدش کدام گناهایی که پیش کرده بود امو گناهایش به حسنات بدل میکنه. یعنی چقدر گناه پیش کرده باشه و این توبه کنه هم گناهش الله تعالی می فرماید که به حسنات و به نیکی بدل میکنم.
خوب وقت است، خوب چانس داری، توبه بکش، 2 رکعت نفل بخوان، 2 رکعت نفل بعدش با بسیار با اخلاص با توبه نصوحا به الله توبه بکو که یا الله بعد از این ما امرید وعده میتم که ما گناه نمیکنم و می توبه نصوحا است و به این نیت که آینده ما گناه نمیکنم. ان شاء الله الله تعالی غفور و رحیم ذات است، توبه تا قبول میکنه. هر رقم گناه کرده باشی توبه تا الله تعالی قبول و منظور میگردانه. میایم به قربانی. یک چی که پیش از روز قربانی روز عرفه میآید. سعی کنین روز عرفه میآید. روز عرفه دیگه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها می فرماید یک روز ششته بودم رسول الله علیه السلام مبارک فرمود که در جنت چند خانه ها است که از یاقوت جور شده، از طلا جور شده، از نقره جور شده و بسیار زیبایی داره و بسیار قشنگ خانه ها است. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمود قربانی خانه است به خاطر کی است؟ به خاطر کی ها هستند؟ مبارک علیه السلام مبارک فرمود که در جنت امی قصرها این خانه ها به خاطر آن مردم است، با آن مردم الله تیار کرده که در روز عرفه روزه میگیرد. کوشش بسیار بکنید که در روز عرفه روزه بگیرید، بسیار ثواب داره. یک صحابی دیگه است میگه در روز عرفه در بین صحابه کرام بسیار مشهور بود روزه میگرفتیم، روزه را ترک نمیکردیم. یک دیگه نیک صالح بسیار ولی خدا و میگه در مکه معظمه یک نفر را دیدم که میگفت این دعا را میکرد یا الله به خاطر آن کس که در روز عرفه روزه میگیره از خیر و برکت روزه مرا محروم نکو، مرا ثواب برکت روز عرفه بده به خاطر آن کس که روز عرفه روزه میگیره. میگه ما آمدم در مکه معظمه، میگه ما آمدم که او مردکه تو چرا این سوال زیاد میکنی؟ این چه رقم سوال است که تو میکنی؟ او مردکه برش به نیک صالح به ولی خدا گفته بود که ما یک پدر داشتم، پدرم امی دعا در مکه معظمه زیاد میکرد. وقتی که پدرم مرد وفات شد ما در خواب دیدمش که پدر جان چی معامله شد امرید؟ میگه پدرم گفت که بسیار خوب معامله شد، ما الله تعالی مرا بخشید. وقتی که شما مرا در قبر ماندی، در قبر که شما تخته قبر بند کرده، شما رفتی از قبرستان، میگه یک روشنایی از طرف راز بر ما آمد، بسیار زیبا روشنایی. میگه ما گفتم که تو چی هستی؟ تو کی هستی؟ میگه ما برکت عرفه هستم، ما خیر عرفه هستم. آن دعایی که تو هر وقت در مکه معظمه میکردی الله تعالی دعای قبول و منظور گشتنده. دیگه این سعی کو به خاطر یک دعا الله تعالی یک انسان را بخشید، در قبرش روشنایی آمد. و کسی که روزه بگیره چقدر ثواب داشته باشه. کوشش کنیم بسیار، همین روزه عبادت است، همین روزه ذکر و اذکار است. هیچ چانس ها از ما می رود. و بیایم که یک کتاب است که کتاب الدر اللؤلی، یک کتاب از بسیار معتمد کتاب است، دو یک واقعه نشر کرده. میگه یک انسان که در قبر بانه و این قربانی کرده باشد در دنیا به خاطر رضای خدا، به خاطر اخلاص دل و به خوشحالی نفس این قربانی کرده باشد، از قبر که در روز قیامت میخیزه میگه میبینه که در سر قبرش اونجا یک خوب اما قربانیش بسیار خوب تیار است و موهایش از طلا است، بسیار خوب قربانی است. دیگه او یو اړیکه لرو. وعلیکم السلام احمد د کابل نه، مهرباني. یو مثلا یو کور کې یو انسان دی یو قرباني وسه لري. زه انشاءالله جواب بدهده وشی برنامه تعقیب که. نو وقتی که از قبر انسان در روز قیامت بالا میشه قربانی خود را میبینه بسیار خوب چاق، بسیار خوب، بسیار زیبا. رسول الله علیه السلام میفرماید میگه این قربانی برش میگه که بالا شو این انسان که بالا میشه میگه با تمام زمین ها و آسمان های را چکر میته، بالاخره به عرش نزدیکای عرش میره چکر میته و بالاخره این انسان را از پل صراط تیر میکنه. چقدر فضیلت است، چقدر فضیلت است. افسوس به آن مردمی که خوب وسع و توان داشته باشه، صاحب نصاب است، دیگه او قربانی نمیکنه و خرج نمیکنه. الله به اونها توفیق بده. آخری سوال بود احمد از کابل. دیگه پوښتنه دا و چې زما پوښتنه دا ده چې قربانی یو دانه وکم په کور کې د نور تم ثواب رسیږي نه رسیږي. ګوره که د نورو بچیانو د ښځې باندې واجب نه وي او تا قربانی وکړله، هغوی دا د قربانی غوښه هم چې خوري ثواب شته،
هغوی ته الله تعالی اجر ورکوي. ولې نه ورکوي؟ په کور کې چې قرباني وشي، په کور کې یو سنت ادا شو، یو د الله تعالی حکم ادا شو، په هغې کور باندې انوار رحمتونه ورېږي. او که په هغوی باندې واجب وي نو به هغوی د خپل ځان د قرباني وکړي. دیگه وقت برنامه به تمامی است و خلاص میشه. گپای ما خلاص نبود. انشالله در دیگه برنامه ها انشالله شما کتی ما باشی، امرای ما باشی و ما امرای شما انشالله مسائل ادری میکنیم و بالاخره از شما خداحافظی میگیرم. هر جای باشی کامیاب و موفق باشی. خداوند وس و توان به هر کسی که قربانی پیسه نصاب صاحب نصاب است قربانی توفیق برش بتا. سبحان ربك رب العزة وصلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.